روز بخیر بینندگان عزیز، سرخط خبرهاست. امروز 25 مای منظورتان از استودیوی مرکزی رادیو آزادی. در 10 دقیقه بعدی از آن خواهیم گفت کیها امکان عبور مرزی بسته قرقیزستان را دارند. سپس درباره جوری کردن تحریم‌های نوی اتحادیه اروپا در نسبت بلاروس و برگزاری ریت‌های گسترده در سنت پترزبورگ و جریمه بندی مهاجران و دیگر موضوعات صحبت می‌کنیم. طبق قرار دیوان وزیران قرقیزستان از 21 مای سال جاری رفت آمد بود و باش حرکت و ترانزیت شهروندان تاجیکستان توسط قلمرو این کشور موقتا منع شده است. خدمات مرزبانی قرقیزستان در شرح این قرار گفته است فعلا به طور استثنا به کارمندان نمایندگی دیپلماتی قرقیزستان و تاجیکستان و اعضای عائله آنها، کارمندان نمایندگی دیپلماتی دولت‌های خارجی، شخصان منصبدار قرقیزستان و تاجیکستان که پیشکی با مقامات صلاحیت‌دار قرقیزستان سفرشان تصدیق شده است، اجازه عبور از مرز داده می شود. همزمان شهروندان قرقیزستان که در تاجیکستانند و شهروندان تاجیکستان که در قلمرو قرقیزستان قرار دارند می توانند به وطن‌هایشان بروند. این قرار بعد آن قبول شد که ماه اپریل میان تاجیکستان و قرقیزستان نیزوی مرزی سر زد. تا این دم گروهی از مهاجران تاجیک از روسیه طریق قرقیزستان به تاجیکستان برمیگشتند. حامیان حقوق نیز دیروز به مهاجران تاجیک مشورت دادند که تا باز نشدن مرزها از عبور قلمرو قرقیزستان خودداری نمایند. کمیته هلال احمر تاجیکستان به 200 عائله ضرر دیده از آفت طبیعی در نواحی وخش و وسیع ولایت ختلان یاری بشردوستانه رسانده است. کمیته حالتهای فوق‌العاده میگوید این کمک‌ها از یک مقدار بسته‌های بهداشتی، اسباب‌های روزگار و دیگر لوازمات عبارت بوده در حضور کمیسی‌های نویوی به نیازمندان تقسیم کرده شد. در عین زمان به گفته کمیته در شهر کولوب کارهای رفع پیامد آفت‌های طبیعی هفته‌های گذشته ادامه دارند. از جمله تا 23 مای با یاری ماشین‌های مخصوص، راه‌های ماشینگرد و پیاده‌گر، جویبارها، 500 متر کانال، 49 خانه استقامتی در محله‌های گوناگون این شهر از لای پاککاری شدند. طبق ارزیابی‌های اخیر در پی آفت‌های طبیعی ماه مای در ولایت ختلان کمش 128 خانه پوره ویران شده، 400 خانه دیگر یا نیمه ویران گردیدند و یا سخت آسیب دیدند. президент امریکا جو بایدن беларусь را به خاطر وادار نمودن هواپیمای مسافربر به تغییر سمت پرواز و حبس روزنامه‌نگار مخالف حکومت محکوم کرده آن را عمل ظالمانه عنوان داد. او گفت امریکا به این عمل با متفقان از اتحادیه اروپا پاسخ هماهنگ شده خواهد داد. روز 24 مای رهبران اتحادیه اروپا به تحریم نوی بلاروس موافقت کرده از کشورهای عضو دعوت نمودند از استفاده حریم هوایی بلاروس خودداری کرده هواپیماهای بلاروس را از استفاده حریم هوایی اتحادیه اروپایی و فرودگاه‌های کشورهای عضو آن محروم کنند. روز 23 مای بلاروس هواپیمای مسافربری شرکت ایرلندی رایان ایر که به میان دو کشور عضو اتحادیه اروپا پرواز داشت به نشست در فرودگاه مینسک وادار نموده روزنامه‌نگار مخالف حکومت رامان پراتاسیویچ و دوست دخترش را حبس کرد. بعضی اعضای اتحادیه اروپا این عمل را هواپیما ربایی زیر حمایه حکومت نامیدند. بعد طلب آژانسی آویاسیای شهروندی تاجیکستان، شرکت هوایی روسی اورالسکی آویالینی نرخ بلیط‌ها را به همه سمت روسیه پایین برده است. به گفته بلیط فروشی ها اگر تا یک روز پیش قیمت بلیط این شرکت 8600 سومانی بود، حالا 5600 سومانی مقرر شده است. به قول مصاحبان رادیوی آزادی طلبگاران سفر به روسیه خیلی زود این بلیط ها را خریداری میکنند. آخر هفته گذشته آژانسی آویاسیای شهروندی تاجیکستان اعلام کرد که سه شرکت هواپیمای روسی سیبیر، اورالسکی آویالینی و یامال رضایت دادند که از این پس بلیط به روسیه را از 500 دلار بالا نفروشند. اکرام سوپانزاده رهبر آژانسی همزمان به ساکنان توصیه داد که هنگام خریداری بلیط حتما رسید و یا چک طلب نمایند. در حالی که مقامات تاجیک شرکت‌های روسی را به پایان آوردن نرخ وادار کردند، مسافران تاجیک میگویند قیمت بلیط شرکت هوایی سومون ایر از 10,000 سومانی به بالاست. بینندگان عزیز، این موضوع را همکاران ما پیگیری دارند و در دوام روز برای شما گزارش پیشنهاد خواهیم کرد.
در دوشنبه دو جوانی را بازداشت و حبس کردند که به لطوکوبی سه خواهر متهم میشوند. به قبل ریاست وزارت کارهای داخلی طبق شکایت سه اپا و خواهر که ساکن پایتخت میباشند، روز 14 می گروهی از جوان پسران نخست به آنها گپ پرتایی نموده، سپس دشنام داده و آنها را در نزد کودکان نابالغشان لطوکوب نمودند. در نتیجه یکی از زنان جراحت میبردارد. در پی کارهای تفتیشاتی دو جوان 25 و 26 ساله دستگیر شدند که ساکنان پایتخت میباشند. نسبت گمانبران پرونده جنایتی آغاز شده، آنها در حبس پیشکی قرار دارند. نظر متهمان در رابطه با این حادثه دسترس نشده است. خبرگزاری فانتانکارو می نویسد که روز گذشته کارمندان پلیس همراه با نیروهای روسگواردیا در چند بازار و نقطه‌های فروش غذا و انبار نگهداشت میوه و سبزیجات به نام کالینین در سنت پترزبورگ رید برگزار کردند. هدف از این عملیات معاین کردن مهاجران غیرقانونی گفته می شود. در پی ریدهای مذکور تقریبا 100 نفر از مهاجران را به شعبه‌های پلیس بردند. بعضی از شاهدان در صحبت با رادیو آزادی گفتند که در بین دستگیر شده‌ها مهاجران تاجیک بودند. آنها را تا بیگاه در شوبه نگاه داشته 5300 روبل جریمه بسته و جواب دادند. فانتانکارو با نشر عکس‌العمل از جریان برگزاری عملیات نوشته است که هنگام تفتیش حجت‌ها وضع یکی از مهاجران بد شده یاری تعجیلی را دعوت کردند. به قول مهاجران، مقامات حفظی حقوق روسیه ماهی تا 2 مرتبه چنین عملیات گسترده را نسبت مهاجران راه اندازی می‌کنند. وزارت کشاورزی تاجیکستان میگوید بیش از 83,000 گکتار زمین‌های کشتی کشور را انبوی ملخ زیر کرده است. به قول وزارت فعلا 67,000 گکتار زمین از کارکرد کیمیایی گذشته برای نیست کردن ملخ‌ها 10 عدد تجهیزات و ماشین‌های ایرزولی سفربر شدند. حمله حشرات زیان‌آور بیشتر از همه در زمین‌های کشتی ولایت ختلان ثبت شده است. کشاورزان ناحیه 5 با فرستادن نوار به رادیو آزادی گفتند در مدت 3 روز ملخ‌ها زمین‌های پخته آنها را به خرابزار تبدیل دادند. به گفته دهقانان ولایت ختلان همه ساله حاصل 10 گکتار زمینشان از حمله ملخ‌ها نیست می‌شود و مهنت آنها ضایع می‌گردد. این یکی از دیگر موضوعی است که همکاران ما پیگیری دارند و حتما برای شما در این باره گزارش خواهند داد. شما سرخط خبرها را تماشا دارید. میرزای حاجی محمد 63 ساله پزشک و یکی از رهبران پیشین حزب حالا در کشور ممنوع نهضت اسلامی که همزمان شهروندی روسیه را دارد 3 روز پیش در ناحیه 8 دستگیر شده است. وکیل مدافع عبدالسلام عددبویف گفت شخصی زیر حمایتش با عضویت در سازمان‌های ممنوع گمانبر بوده با او از 5 تا 8 سال زندان تهدید می‌کند. میرزای حاجی محمد از سال 2019 در ولایت تیومن کار زندگی می‌کرد و ماه فوریه امسال بعد دوربینی نزدیکان به تاجیکستان آمده بود. نامبرده قبلا در مقام معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان در ولایت سوخت کار کرده به قبل نزدیکانش ماه اپریل سال 2015 با خواهش خود از صف حزب بیرون شده بود. در ولایت چوی قرقیزستان 2 زن را با گمان تبلیغ ضد تاجیکان دستگیر کردند. مقامات قرقیزستان روز 24 می گفتند که این زنها توسط واتساپ ساکنان دهه چالدوور ناحیه پانفیلوف را به خلاص شدن از شهروندان جمهوری تاجیکستان دعوت می‌کردند. در آغاز به میده‌آبوشی متهم بودند این زنها، ولی تفتیشات آنها را به برانگیختن کینه و عداوت بین ملت‌ها گناهکار کرده است. پلیس قرقیزستان گفته است یکی از زنان 23 ساله و دیگری 20 ساله بوده روز 22 می دستگیر شدند و حالا در حبس پیشکی می باشند. اکنون برای شما عزیزان درباره قربی رسمی اسعار خارجی در تاجیکستان معلومات می‌دهم. بانک ملی برای امروز 25 می نرخ $1 11 سومانی و 32 درهم و 1 یورو را 13 سومانی و 82 درهم تعیین کرده است. 1000 روبل روسی باشد رسو 153 سومانی نرخ دارد که نسبت دیروز 70 درهم کمتر است. دوستان عزیز، این چند خبری بود که توی این ساعت به دست ما رسید. خبرهای از این بیشتر رو در برنامه اخبار آزادی منتظر باشید. برایتان روزی خوش می‌خواهم و سپاس برای همراهی.